ضمن عرض تسلیت خدمت بازماندگان حادثه تلخ زلزله در واشقان به دلیل اهمیت این موضوع ما برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب رو به همین موضوع اختصاص دادیم. در خدمت جناب مهندس پیشبهار، معاونت سازمان امداد و نجات و ساماندهی زلزله‌زدگان شمال غربی کشور هستیم. جناب مهندس، به برنامه ما خوش اومدید. خواهش می‌کنم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم که تسلی خاطری باشیم برای بازماندگان این واقعه تأسف‌بار در واشقان. جناب مهندس، اولین نکته‌ای که به نظر میرسه این هستش که عملیات امداد و نجات باید بسیار دشوار بوده باشه با توجه به برف و بوران و سرمای 0 درجه واشقان. بسیار سرد، بسیار سخت بود. حتی در ارتفاعات بچه‌ها رفتن دماسنج برده بودن بالا، حدود 10 درجه منهای صفر بود. خیلی سرد، ولی چیز غیر از وظیفه نیست، انجام وظیفه دارن میکنن بچهای ما. ببینید، ما در همان ساعات اولیه این اتفاقی که رخ داد متاسفانه ما یه چیز نزدیک 640 بالگرد 230 هواپیمای C-130 به منطقه اعزام کردیم. احسن. فکر می‌کنم برای اولین بار هست که برای عملیات امداد و نجات و کمک رسانی این حجم از بالگرد و هواپیما به کار گرفته میشه، نه؟ بله، کاملا به صحیح اشاره فرمودید. به حجم منقولاتی که ما قرار بود ببریم اون منطقه واشقان اینقدر زیاد بود که ما مجبور بودیم از همچین وسایل نقلیه زیادی استفاده بکنیم. اگه اجازه بدید آمار رو از رو عرض بکنم خدمتتون که موقع خدای نکرده خلل و فرجی در اون وجود نیاد. نزدیک به 6 میلیون تخته پتو، 40 میلیون بطری آب معدنی، نزدیک به 3000 میلیارد تومان کمک‌های نقدی، 200 کانتینر شیر خشک، نزدیک به 300 تن ماهی، قند، شکر، 5 میلیون دستگاه ست کامل جهیزیه برای دختران باقی‌مانده از زلزله، 400,000 دستگاه یخچال ساید بای ساید، 40,000 تخت فرش دستباف، 76,000 دست مبلمان 7 نفره. ستای ناقص بود، نیم ست داشتیم نفرستادیم. 220,000 عدد تابلو فرش در طرح‌های مختلف گسیل شد منطقه. بله، دست شما درد نکنه. جناب مهندس، نکته‌ای که وجود داره این هستش که آمار کشته شدگان و زخمی‌های حادثه که توسط سازمان شما اعلام شده 36,000 نفر هست، در حالی که طبق اطلاعاتی که ما داریم کل جمعیت واشقان ظاهراً بیش از 3,000 نفر نیست. بله دقیقاً. در شب زلزله واشقانی‌های عزیز حدود 33,000 نفر میهمان داشتن که سهم هر خانوار ما حساب کردیم میانگین 11 نفر میشه. این چیز غیر طبیعی نیست، بوده در زلزله‌های دیگه هم هست همچین آماری. جناب پیشبهار، نکته دیگری که هست این هستش که تصاویری که توسط سازمان شما برای ما ارسال شده ظاهراً به نظر میرسه که مربوط به فصل گرما هست. چند تا از دوستان می‌بینید آستین کوتاه پوشیدن. بله. فرمودید که سرمایه هوا گاهی تا 10 درجه زیر صفر بوده. بله. تصاویر ظاهراً مربوط به گرما به نظر میرسه. بله، این مال تصاویر اونجا نیست. ما متأسفانه فیلمایی که از اونجا گرفته شده بود، فیلم‌ها نیاز به تدوین مجدد داشت، یعنی ناقص بود. یه مقدار عزیزانی که اونجا دچار صحنه شده بودن لهجه داشتن، ما مجبور شدیم فرستادیم برای دوبله. انشالله فکر کنیم برای جشنواره فیلم امسال یه فیلم آبرمند انشالله داشته باشیم از این. پس این تصاویر مربوط به جای دیگری هست. اینا مال زلزله بمه هستن، مال جای داریم تصاویر زلزله های دیگه هم هست، اونا رو میخواید میارم. با توجه به اینکه وقت برنامه ما محدود هست، من آخرین سوال رو میپرسم. چه پیش بینی شما انجام دادید برای ساخت و ساز مسکن و اسکان این هموطنان زلزله زده؟ اونا که تقریبا انجام شده است، یعنی ما مقدماتش فراهم شده. اگه اجازه بدید من آمار، چون میخوام دقیق خدمت عزیزان مخاطب عرض بکنم که خدای نکرده جابجایی آماری نداشته باشیم. ببینید، ما حدود 250,000 دستگاه ویلای 4 خوابه به مساحت هر کدام 450 متر، حدود 500 دستگاه پنت هاوس 600 متری با سنا، استخر، جکوزی برای اهالی واشقان در نظر گرفتیم. 11 مرکز خرید در نظر گرفتیم برای این عزیزان. 7 طبقه پارکینگی دارن هر کدام که فکر میکنم همه این اقلامی که خدمتتون عرض میکنم تا 2 ماه آینده به مرحله بهره برداری برسه. امیدواریم بالاخره هر عزیزی که در این مملکت هست در منطقهش زلزله بیاد بتونیم خدمتی بکنیم.
من برای شما و همکاران عزیزتون آرزوی موفقیت دارم. از شما هم تشکر میکنیم که این برنامه رو تماشا کردید. تا برنامه